یه سری سوال ازت میپرسم برعکس باید جواب بدی. خیلی ساده است. مثلا تو علیرضا بیراوندی؟ نه. برعکس باید بگی. بگم کیه مثلا؟ قرار نیست بگی کی که. او یعنی چی؟ برعکس جواب بده. این ضریب هوشیه دیگه. جایی یه ندیدی. چیزی تاش هستین. هیچ من اذیت کنم. هیچی تاش نیست. بریم. برو ببینیم چیه. مورینیو گفت بیا با هم عکس بگیریم. نه. باید میگفتی بله. مورینیو نگفته به تو. تو به مورینیو گفتی بیا با هم عکس بگیریم. چه بازیه؟ خب همین الان گفتی من میگم علیرضا بیراوند، تو بگو نه. خب مورینیو گفت بیا با عکس بگیریم. آره فهمیدم برو. خدایی فهمیدی؟ علیرضا اذیتم نکن. اگه نفهمی یه توضیح دوباره بدم. مورینیو گفت بیا با هم عکس بگیریم. خب جوابش بله است چون نگفته. تو به مورینیو گفتی بیا با هم عکس بگیریم. مورینیو به تو نگفته که. درسته؟ باشه برو. میخوای منو بدبخت کنی؟ برو. با شناسنامه برادرت به فوتبال معرفی شدی؟ با شناسنامه برادرت به فوتبال معرفی شدی؟ آره. خب نه. بابا من نمیدونم. تو باید برعکس بگی. تو با شناسنامه داداشت به فوتبال معرفی شدی. درست است یا نه؟ نه. الان داری برعکس میگی؟ خب چی بگم؟ آره. توی فصل 99 مرد سال فوتبال ایران شدی؟ بله. آفرین. چون باید بگی باید بگم نه. باید میگفتم نه یا برعکس بله. گفتی. درست گفتی چون تو فصل 97 98 شدی. تو 99 نشدی. پس تو درست گفتی بله یعنی نه خیر. برعکس گفتی. حامد اینو بردار جون مادرت. برو یه رنگ دیگه. چی بابا این؟